الان مثلا یه مریضی عمل کردیم تو 10 روز اول رفته هویج بستنی خورد، الان اومده گفته من 10 روز عملش کردم. یا چه فایده‌ای داره؟ گفتم برای چه عمل کردی؟ اگه قرار باشه این رویه رو ادامه بدی عمل خراب میشه دیگه. من فکرم شما میگین کلا به درد نمیخورم. نه مگه میشه؟ من همه مریضایی که عمل میکنم میگم عمل به تنهایی همه چیز نیست. استایل زندگیتون رو تغییر ندین، عمل نکنی بهتر. ریز بخوری، شیرینی بخوری، همون کارا رو بکنی، فعالیت نکنی، معجزه‌ای اتفاق نمیفته حتما. بعد از 3 ماه من آخرین راهم واقعا همه کاری که نکنم، هر مدل ورزشی که بگید، هر مدل یاریکس، بدنسازی، دست میپوشیدی، EMS، بعد مانجارو زدم، همه کاری کردم. با مانجارو لاغر شدی؟ یکم، یعنی خیلی ها بعد من زدن دوستام خیلی لاغر شدن ولی برمیگرده همش. حتما برمیگرده. آره این دیگه آخرین راهم که گذاشته بودم برای آخر گفتم دیگه همه تلاشمو میکنم، اگر نشد عمل میکنم ولی حس میکنم نه حسم خوبه بهش.